امروز اومدیم برای تعریف داستان غمناک تمپلار. اینجا میبینیم که اگه گست لژند رو داشته باشید و برید نگاش کنید، میبینیم که خیلی خوشحال با سگش از طریق یه هلیکوپتر از حتما یه جنگ خوب خوشحال کننده برمیگرد. حالا حتما از خودتون میپرسید این چه رفتی به داستان تمپلار؟ حالا متوجه. اینجا میبینیم که گست خیلی خوشحاله، ولی تمپلار اون یه شخصیت خیلی غمگین و ناراحت داخل اکتیویژن. داستان خیلی غمناکی داره که الان براتون تعریف کنم. وقتی که دست میزنه به قبر قدیمی خودش، خاطراتشو به یاد. این اسکرین اصلی تمپلار بود، اونم همسرش بود. مجبور میشه همسرش رو ترک کنه و توسط گست لژند کشته. حالا برگشته تا قدرت‌های خودش رو به دست بیاره و بره و گست لژند رو از بین ببره. و یکی دیگه از دلایل ثابت کننده اینم اینه که اسکین تمپلار رو الان داریم اینجا میبینیم، ولی اگه بریم بخوایم فینیشرش رو ببینیم، الان من دارم میذارم رو اون بخش، اگر بخوایم فینیشرش رو ببینیم که این تست فینیشر رو روی چه اسکینی انجام میده به نظرتون؟ روی اسکین گست لژند. این یه چیز اتفاقی نیست، این از قبل مشخص شده است. برای اینکه تمپلار میتونه خیلی راحت انتقامش رو از گست لژند بگیره، چون زمانی که گست لژند اونو شکست داد، اون یه شخصیت خیلی معمولی و ساده بود، ولی الان دیگه نه، اون خیلی قدرتمند شده. حالا به نظرتون گست لژند یا تمپلار متیک؟